یک سال گذشت. 2025 جنبه است، 2026 البته که در عرض اخبار چون انا ما همه معلومات را پیشنهاد میکنیم و در اینجا هر که شما میخواهید در این عرض اخبار هست. فقط کمترک گروه که دیرتر امر دسترس میکنیم که تا آمدن کنه یک بار میخوندیم از این خاطر جلوز یکی از کارمندان مجازات هم شد که دیرتر معلومات آموده بود. بعد احتمال معلومات خوب من شب خوندم بودیم معلومات خوب است. اینجا از قریب 30 رسانه ها اشتراک راهی که شما رو نمیگیرم. بعض معلومات ها دارم که در دوام صحبت خیلی معلومات جالب است. برای شما پیشنهاد میکنم شاید اون در رئیس اخبار هم شرح نیفته باشم، شرح داده نشده باشد. برای معلومات شما رو پیشنهاد میکنم. خب خوشمندیم میگذاره به سوال جواب ما حلقه آماده هستیم. امیران سیاف هستم، خبرنگار گازته مردمی SSSR. خب SSSR محترم وزیر، سوال من به شما چنین است. شما نماینده حکومت در شهر کلاب هستید. آیا راه‌های داخلی شهر کلاب با استانداردهای حاضر جوابگو هستند؟ دویم سوال من این گونه است. چرا راه یکی از کوچه‌های مرکزی در شهر کلاب، کوچه خطیرا در محله قربان زردکوف تا هنوز تعمیر نشده است؟ شما از SSSR؟ بله. در این خصوص میتوانید کمی معلومات دهید؟ دختر سیاف سیاف نام چیه؟ ها؟ بله. پدر به مثال داده مادر. جگر جواب شده که من خیلی مفتگیم. چه من خواهد جواب میکنم؟ قسمت موارد سوالی از شما راه ها جواب دادن شد. ما راه های بسیاری داریم که مثلا ما خودمون خالی نیستیم از حالت همون. لیکن هست راه هایی که در توازن ما هست 14,314 کیلومتر، اما در کشور 27,263 کیلومتر راه است و مبلغی که از حساب بودجه جدا میشد برای نگهداری همین قسمت راه است. در این جمهوری بین المللی راه است، جمهوری در همون خودی در 18 کیلومتر از جمهوری بین المللی. اونا جوابگو هستند. لیکن راه های محلی همونایی که در توازن ما هست همه از سوی مؤسسه دولتی نگهداری و همدیگر نگهداری کرده میشن و هست راهایی که در توازن ما نیست و ما مقصدی همون راه را درست کردن داریم. در شهر کلوب قریب بیشتر از 50 کیلومتر راه ساخته شد. ما دوام دارد. یعنی که کوچه‌ای که شما گفتید ولی ما فکر کرده هستیم در از حساب کدام امکانیت ها، چون که ما همه کوچه را باید هم درست کنیم. میتوانیم او را در تعمیر و ترتیب داریم. یادتون باشد ضمن نشست مطبوعاتی جنبستی نیم ساله من در مسئله تاکسی ها از شما سوال پرسیده بودم که برای چی در حدود شهر دوشنبه همه الکتروموبیل شدن، اما نرخ همون رنگ پیشتره ایستاده است. شما یکی از مسئولین خود رو گفتید که به سوال شما خطی یا اینکه طریقی یگانچه ارسال میکند، اما تا این جواب رو من نگرفتم. چی دست کارش؟ من انتظار شدم اما یکان جواب نمید. لوجستیک که فرار سپارش داده بودم. تا اینم همون سوالی که من از رادیو آزادی دادم نزدیک است. نزدیک است به خاطری که اینجا سکتور مولوی اقتصادی همون کارخانه ها. باز من برخم برای خودی محصول برخم وقترم خیمتر روز خوندم خیمتر شد یک دورم هم خیلی یک تاثیر برسند تاثیری کلام نیست که تاثیر داره. سوال شما رو خودم تحلیل کردم گفتم که این مسئله همین است که کارخانه ها از حساب خودشان در خرجی که میکنن وابسته با
قسمای احتیاطی و دیگر من میفهمم که حرکت برق و سوشوری که استفاده میکردن قبلا هست لیکن در واقع تازه ما استفاده نکردیم و همینجور که افسر شما نوشته بودیم شاید در سطح شما لحظه شاید معاون آقای باید مثلا شما کار کرده اما باید می‌نوشته داخل می‌کنید بطری اکتی کار میکنند بطریشون مهلتشون از تو 10 سال است. وقتی که 10 سال نشه اینا باید نو کردن در کار از همین حساب اونا میتوانیم که نرخ تاکسی رو ارزان‌تر کنیم برای که وقت خودش رو روپوش کردن نمیتونه این رو محترم وزیرم قید کردن. تشکر مو با طور خطی حساب کردگی هستیم خود شرکت هم حساب کردگی هستن و با شما حساب میکنیم. حالا سوالی که شما داده حالا تکلیفه برکت آدم در حالت ناگوار میمونه چون که ما 14,000 کارمند داریم 14,000 کارمند همه اینو نظارت کردن غیر امکان است لیکن ما بعد از یک نشست دعوت میکنم میدونم چون که سفارش باید اجرا شد ما در حقیقت یاد دارم شما از همصدا بودیدم من همین مشکل من اصلا مکرمان از شماست یادم هست شما سوال دادم دید و ما باید که مسئله میدیدیم لیکن من شرکت معلومه پاسخ دادم در حقیقت این پاولی مسئله است شما فقط ببینم همون سرسماها و دیگر یک طرفی کار رو میگیره من همین شرکت ایرس ببینید که همون مبلغ جمع میکنند همه گپ ببینید که در باره اون که هزارها کوب برف همین ترما و دیگر مورد اونا متاسفانه دو تا کارمند بازرسی متاسفانه زیر برف جان خودشون دادن این مشکل است فقط همون پول دیدن در کار نیست به خدمات ها رو دیدن در کار است کاری که همه میکنن راست شاید تحسین است چون اگر راه شریک پیش یاد دارم هفته ها همین راه معلوم میشد نرخ در بازار بلند میشد باز تمام کار کرده است که نرخ در بازار معتدل بیست ما اون مسئله شما را حتما گرد میزنیم خطی داریم همون خطی داریم خب از مشاهده ها معلوم بشد که در بیناهای بلندآشیانه‌ای که با مرام ساختمانشون ادامه دارد و ساخته استند توقف‌ها در 60-70% آنها وجود ندارد اگر داشته باشد هم انگشت شمار است یعنی 20 یا 30 وی دارد توقف‌ها دارد مثال این همه ساکنان رو نگران کرده در خط آخران راه‌های کلان توقف می‌کردند که یک سال باز به همگان معلوم است که این خطا وی بولکی کردند که باز هم رانندگان را نگران کرد. خب میگفتن هنگامی برداشتن بیناهای بلندآشیانه آیا وزارت با کمیته ساختمان و بیناهای مسئله توقف رو دیگه میبرد؟ مرکزهای شهر و ناحیه‌ها را برای موفق کردن میارن ما همون اشیاء گیرنگیری میبینیم خلاصه نتیم و اونجا اصلا توجه میکنیم به قسمت راه درست با نقشه گرفته باشد که مسئله توقف‌ها هم خیلی که بیشتر گفتم که شکر که ما همه قدر سطح زندگی بالا رفته است که دیگر جای ماشین ماندن نیست مسئله نسبتا نو است یعنی نو اکتوالی شده است که باید توقف باشد برای کمتر توجه بود لیکن حاضر ما وقتی که برای موافقه میارم این اون نقشه های گینری را به همین بخش مسئله توجه میکنیم لیکن از بس که خود ساختمان خانه ها رو با ما موافقه نمیکنن متاسفانه ما هیچی گفتن نمیکنیم خود همون پیشنهاد نمیکنم برای موافقه کردن از شما خیر لیکن نقض میشد اگر ما همکاری میکردیم اما تحصیل کننده بگه که این بیشتر با بخش ساختمان داخل دارد چون اگر ما فقط ماشین دارد اونجا بیستن با برباد رفت یعنی هم کلمه نقلیات ما را پیوست میکنن اما خودی توقف بود با مثل که همون دام خانه را میسازن این هم یک قسمت همون ساختمان است و برای همین شاید خطی ما هماهنگ نمیکنن
تطبیق طرح بنیاد مترو در شهر دوشنبه در کدام سمت قرار دارد؟ देखिए मो वो करे जनूबी हम कॉरिडोर है दुरुस्त पेश करते हैं मोदमे की प्रोफेसर हमीन सोहा हस्त मान रूबरू सोहबत داشت हमारे फिक्र रखते हैं मो अगर खतरा तो बोलते हैं दरमियान स्थिति हम लोग दो मिसाल بود मो आज बिनोई सिर्फ तो बुजुर्ग कोरवान खर बाद आज सिर्फ तो तरफी वाहदत دیروز همین گپا رو ما مصرف کردیم اینا همش حسابی بدون کره مبلغ گذاری شده است ما فکر نمیکنم که چون کشور مثل کره که یک از 7 تریلیون مجموع محصول داخلی دارد و نهم جای در شهر سئول مترو شهر سئول در دنیا جای نهم میگرد 347 کیلومتر ساخته دارد اینو نفر از اینکه نمیدونن چیکار میکنن این خیلی گپ نیست که یعنی سطح کسبیاتشون درجه عالی است دیروز صحبت داشتیم با دو شرکت نام دعوت کردن همراهشون در 4 شرکت دعوت کردن اونها یک گروه اول اومد رفتن یک گروه اول اومد دیدن همین مسیر رفتن گروه دوم همین لحظه کار کرده ایستادن یعنی که با کدام سمت برد البته مترو با این معنی که همین انبوهی مسافر را کم کردن است یعنی با زیر زمین یا که سبک میشه به زیر زمین خراب قبول کردن میشه وقتی زیر زمین میشه خودش دیگر شهر یعنی انبوهی مسافر گردش مسافر کم کردن برای همین در کجا ایستگاه ها باید شود کجا بیشتر که همین در شکل احتمالی باید که لایه کشید خودش کار کرده ایستادن یعنی به سوال شما مرکز جواب داده یعنی همین کار ادامه دارد و ما امید داریم که عملی میشد اما با مثل دیگر سوال ها که راست کرد میپرسن مثلا راه ها در کی میشه همون خیلی یک بار همه راه ها منفرد شود یکی امکانیت قرض گرفتن گرداندن چیز دارد اینجا هم همین خیلی است اینا مرحله با مرحله میشن حاضر قسمتی پیش از اساسنامه تکنیکی اقتصادی پیش از آن پروژه تئو میگن حاضر همین کار رفته شده است اینش تمام کردن اینجا باید که تئو سر شد لیکن ما گفتیم از بس که این قسمت مهمتر هست هم پیش از اساسنامه تکنیکی و خود اساسنامه تکنیکی اقتصادی در همینجا گذاشته شد سه تا وحده مبلغ هم حساب کره است حاضر کاربری کرده شدن حاضر قسمتی تئو تمام شد و تئو اتی اساسنامه تکنیکی اقتصادی میگذاشت